تانک ها همیشه نماد جنگ های مدرن هستند. از استراتژی پیشروی رعدآسای آلمان از طریق لهستان و فرانسه در اوایل جنگ جهانی دوم تا استفاده از تانک های مدرن رزمی اصلی در خط مقدم اوکراین. این خودروهای زرهی در طول قرن 20 و 21 با نبردهای بیشماری روبرو بودند. با این حال همیشه همینطوری نبوده. برای هزاران سال ارتش‌های پیاده و سواره تو میدون‌های باز با هم روبرو می‌شدند تا اینکه انقلاب صنعتی جنگ‌های مکانیزه رو شروع کرد. فناوری‌های جدید مثل مسلسل، توپخانه دقیق و تفنگ‌های دوربرد این نوع رویارویی‌ها رو غیر ممکن کرده. در طول 3 ماه اول جنگ جهانی اول ارتش‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا در مجموع 380,000 سرباز خودشون رو از دست دادند و تا پایان سال 1914 آمار کشته‌ها و زخمی‌ها از 4 میلیون نفر گذشت. این تلفات بزرگ مستقیما منجر به آغاز جنگ خندق‌ها در جبهه غربی شد، جایی که خط مقدم در امتداد یک سری از خندق‌ها از مرز سوئیس تا کانال مانش تثبیت می‌شد. در سرتاسر سالهای 1915 و 1916 جبهه غربی در بنبست قرار داشت و حملات متعدد از هر دو طرف با هزاران تلفات همراه شد و هیچ دستاوردی برای اونها نداشت. انگلیسی ها و فرانسوی ها در نهایت به شکل مخفیانه خودروهای زرهی یا همون تانک ها رو برای غلبه بر این بنبست ساختند. در ادامه بیایید با اولین تانک هایی آشنا بشیم که وارد میدان نبرد شدند و تأثیر بسزایی در جنگ جهانی اول و دوم داشتند. تانک مارک 1 محصول کمیته لندشیپس بریتانیا بود که هدف اون ساخت یک خودروی زرهی غیر قابل نفوذ در برابر آتش گلوله و له کردن و عبور از موانع از جمله سنگرها و سیم خاردار بود. اولین نمونه اولیه این تانک بهش میگفتن ویلی کوچولو که در نهایت به ویلی بزرگ تبدیل شد، تا اینکه در نهایت با نام مارک 1 وارد سرویس ارتش بریتانیا شد. تانک های مارک 1 اولین تانک هایی بودند که نبرد در میدان جنگ رو تجربه می کردن و در نبرد سومی در 15 سپتامبر 1916 علیه آلمان ها وارد عمل شدند. بریتانیایی ها 150 نمونه از مارک 1 رو در 2 نوع ساختند. نوع مؤنث 75 که به 2 مسلسل سنگین خنک شونده با آب ویکرز مجهز بود و نوع مذکر 75 که این بار مجهز به توپ 6 پوندی شده بود که در هر طرف بر روی یک سکوی بیرون زده نصب می شد. همینطور این تانک ها دارای یک ساختار چرخش دم بودند که واسه هدایت حرکت، تعادل و پشتیبانی زمان عبور از سنگرها استفاده می شد که ظاهراً به دلیل مشکل غیر قابل اطمینان بودن در نسخه های بعدی حذف شد. بریتانیایی ها در نهایت نسخه های جدیدتری از این تانک رو ساختند که به آیوی مارک 3 مارک 2 و وی منجر شد. این نسخه ها زره های بهبود یافته، موتورهای قدرتمندتر و حتی مسلسل های بیشتری داشتند. زمانی که این زره پوش ها به خطوط مقدم رسیدن، تانک های اورجینال مارک 1 به وظایف غیر جنگی مثل تدارکات زرهی و سیگنال بیسیم مجهز به یک آنتن تنزل پیدا کردند. تانک ها در طول جنگ جهانی اول هنوز یک مفهوم جدید بودند، پس هنوز طراحی بدنه و برجک استاندارد این روزهای تانک های مدرن رو نداشتند. اولین تانک سازا طرح‌های مختلفی را آزمایش کردند
و اولین تانک فرانسوی اشنایدر CA1 بر اساس تراکتور آمریکایی امریکن هالت تراکتور ساخته شد که در نهایت به شرکت تراکتور کاترپیلار تبدیل شد. CA1 اساساً یک محفظه زرهی بود که روی یک شاسی توسعه پیدا کرده تراکتور هالت قرار می گرفت. این تانک یک توپ 75 میلیمتری اشنایدر نصب شده در گوشه سمت راست جلوی خودش داشت و همینطور دارای دو مسلسل 8 میلیمتری هوچکیس M1914 بود که در هر طرف بر روی یک توپک نصب شده بودند. یک موتور 75 اسب بخاری این تانک رو به حرکت در می آورد و حداکثر سرعت اون 8 کیلومتر در ساعت بود. تانک اشنایدر CA1 دارای 6 خدمه بود که شامل فرمانده، راننده، مهندس و 3 توپچی می شد. جدا از طراحی جعبه‌ای روی شاسی CA1 یک دماغه نوک‌تیز واسه کمک به دید راننده داشت، ولی دارای یک سپر شینی در جلو و یک دم واسه عبور از موانع در خط مقدم مثل سیم خاردار و خندق‌ها هم داشت. این طرح به تانک CA1 ظاهری شبیه به یک کشتی رو میداد و ژنرال جوفره که 400 نمونه از این تانک ها رو سفارش داده بود اونها رو آهن‌پوش های زمینی نامگذاری کرده بود. با این حال CA1 در دوران خدمت خودش چندان موفق نبود. اولین مأموریت اون در 16 آوریل 1917 یک فاجعه بود. از 132 تانک اعزام شده در اون روز تنها 56 تانک از درگیری جون سالم به در بردن. خیلی از تانک ها نمیتونستن بر موانعی که بر اون روبرو بودن غلبه کنند و زره اونها به اندازه کافی قوی نبود که بتونه در برابر شلیک مستقیم توپ‌های مستقر آلمانی مقاومت کنه. اکثر تانک‌های جون سالم به در برده هم در نهایت به وظایف آموزشی یا تدارکاتی تنزل خدمت داده شدند و تنها تعداد کمی از اونها در حملات کم اهمیت با پشتیبانی سنگین پیاده نظام شرکت کردند. تانک سنت شامونت پسرعموی اشنایدر CA1 بود و هر دو تانک به صورت موازی توسعه داده شدند. مثل اشنایدر، سنت شامونت هم طراحی مشابه جعبه روی شنی رو داشت، ولی دارای یک توپ 75 میلیمتری در جلو و مرکز تانک بود. علاوه بر این سنت شامونت دارای 4 مسلسل، یکی در هر طرف برای درگیری با پیاده نظام بود. با این حال این تانک دماغه‌ای بلند و آویزون داشت و یک سکوی دارای ثبات نبود و ممکن بود به راحتی تو زمین فرو بره، به خصوص زمان عبور از زمین‌های ناهموار، موانع و سنگرها. این تانک سنگین اولین درگیری خودش رو در 5 می 1917 در لافاکسمل تجربه کرد. با این حال این یک افتتاحیه فاجعه بار بود و تنها 3 تانک موفق بر غلبه بر موانع موجود در میدان نبرد شدند. بقیه تانک ها هم در سنگرهای دشمن گیر کردند. فرانسوی ها خیلی زود استفاده از این نوع تانک رو به عنوان تانک های تهاجمی متوقف کردند، اما اغلب به عنوان توپ های تهاجمی متحرک مؤثر بودند. این کارایی اونها رو به نسخه اولیه توپ‌های تهاجمی متحرک مثل اشتونگ شوتس 3، یکی از خطرناکترین تانک‌های نیرومحور در جنگ جهانی دوم، تبدیل کرد. این تانک اولین تانکی نیست که فرانسوی ها ساختند، ولی این تانک ماندگارترین اثر رو داشته و یکی از خودروهای نظامیه که مسیر تاریخ رو تغییر داده. این ماندگاری واسه اینه که رنو افتی اولین تانک مدرن در نظر گرفته میشه
که دارای بدنه و برجکی بود که هنوز هم میشه در بیشتر تانک‌های مدرن امروزی پیداش کرد. برخلاف طرح‌های قبلی که هیولاهای کند و سنگین بودن، رنو افتی که تانک جمع و جور و چابکی بود در میدان‌های نبرد جنگ جهانی اول حکمرانی می‌کرد. این خودرو از یک موتور 4.5 لیتری 4 سیلندر با قدرت 39 اسب بخار بهره می‌برد. با این حال تنها 7 تن وزن و فقط 2 خدمه داشت: راننده و توپچی و فرمانده. همینطور این تانک فرانسوی به یک مسلسل 7.92 میلیمتری هوچکیس یا یک توپ لوله کوتاه 37 میلیمتری پوتو مجهز بود. اولین عملیات افتی در 31 می 1918 بود، زمانی که 31 تانک از هنگ 501 نیروهای ویژه توپخانه تونستند پیشروی آلمان رو در پلوسیشزل دفع کنند. این هنگ زرهی به تنهایی 2 ستون نیروهای آلمانی رو شکست داد، در حالی که فقط 5 تانک خودش رو از دست داده بود. این نشون دهنده پتانسیل بالای تانک رنو افتی بود و بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده اون رو سفارش داده یا مجوز ساختش تحت لیسانس رو به دست آورده. اگرچه کشورهای عضو توافق سگانه مثل انگلیس و فرانسه و روسیه به قابلیت جنگ زرهی اعتقاد داشتند، آلمانی‌ها عموماً اونها رو به عنوان هیولاهای کند و غیر قابل اعتماد می‌دیدند که میشد اونها رو با آتش توپخانه یا با گلوله‌های نفوذ در زره شکست داد. با این وجود شوک دیدن یک جعبه زرهی که با شلیک مسلسل نمیشه اونو متوقف کرد، اونها رو به ساخت تانکی واسه خودشون سوق داد. دیل ملمتورن گسلشافت پیشرو یکی از قدیمی ترین برندهای خودرو، اولین نمونه اولیه تانک‌های آلمانی آی 7 وی رو در سال 1917 به دستور بخش ترابری وزارت جنگ آلمان تولید کرد. این تانک مجهز به یک توپ صحرایی 57 میلیمتری و 6 مسلسل ماکسیم MG08 بود. 2 قبضه در هر طرف و 2 قبضه دیگه در عقب قرار داشتند. مسلسل‌های اون به 2 اپراتور و معادل 14 پرسنل نیاز داشت. همینطور این تانک راننده، مکانیک، علامت دهنده و فرمانده هم داشت. این تانک آلمانی برای انجام روتین عملیات به 18 سرباز نیاز داشت. این تانک همینطور دارای مهمات زیادی بود که به بیش از 30 تن میرسید. با وجود استفاده از 2 موتور 100 اسب بخاری دایملر برای به حرکت درآوردنش، آی 7 وی حداکثر سرعت 4.8 کیلومتر در ساعت در جاده‌های آفرودی رو داشت و فقط میتونست حدود 60 کیلومتر رو با مخزن 500 لیتری خودش طی کنه. آلمان 100 دستگاه آی 7 وی رو در اکتبر 1917 سفارش داد و 20 دستگاه از این تانک به سرعت تحویل داده شد. آی 7 وی اولین بار در 21 مارس 1918 در نزدیکی سنت کوئنتین فرانسه، زمانی که 5 دستگاه آی 7 وی شروع به پیشروی به سمت خطوط بریتانیا کردند، وارد میدان نبرد شد. در طول این حمله 3 تانک از کار افتادند، چه به دلیل خرابی مکانیکی و چه به دلیل گیر کردن در موانع. با این وجود 2 دستگاه آی 7 وی باقی مونده به تهاجم خودشون ادامه دادن و با موفقیت به اهداف خودشون رسیدن. علیرغم موفقیت آمیز بودن اولین جنگ آی 7 وی ها، در دومین نبرد یعنی ویل برتنو در 24 آوریل 1918 موفق نبودند. این شکست منجر به حذف تانک از سرویس و لغو سفارش باقی مونده تانک ها شد. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.